امیرالمومنین علیه السلام دیدن یک کسی یدعو به صحیفة طویله، یک کتاب دعای بزرگی گرفتن، مثلا 20 صفحه دعا، 30 صفحه دعا، با زحمت دارن میخونن. حضرت فرمودن خدایی که دعای طولانی رو اجابت میکنه دعای کوتاه رو هم اجابت میکنه. فرمودن من تمام دعاها، یعنی هزارها مفاتی و کتابهای دعا رو جمع بکنیم خلاصه میکنم همه دعاها رو تو 4 جمله. چون قبل از دعا مستحب حمد و ستایش بکنیم. بله. جمله اول الحمدلله علی کل نعمت، خدایا شکرت بر همه نعمت‌های خدا اندازه نداره، قابل شمارش. الحمدلله علی کل نعمت. 2 اسأل الله من کلش هم به قول آقای دولابی بکش من که مردم بفهمن، من خدایا هر خیری که تو عالم هست من ازت میخوام. حتی میخوام بگم عربی هم نتونستید فارسی بگید. هر خیر من از تو درخواست میکنم، نه یه خیر 2 خیر 100 خیر، خیری که به اولین و آخرین دادی از اول خلقت همه اون خیرها رو به من بده. برای خدا که کاری نداره. مثل همون تو دعای رجبی که ماه رجب میخوندیم که من آره. یا من ارجوه لکل خیر. بعدم میگیم اعطنی خیر دنیا و الاخره، شر دنیا آخرت. درسته. اول الحمدلله علی کل نعمت، دوم اسأل الله من کل خیر، سوم و اعوذ بالله من کل شر، خدایا از تمام شرور و شر و بدی ها به تو پناه میبرم، شر اولین و آخرین. این 3. 4 گناه یکی دوتا نداریم. استغفر الله من کل ذنب، خدایا من طلب مغفرت از همه گناه ها. و السلام. اینجا مرکز مقاومت است.